گر تمام عمر گشتم واژه دیگر نبود. مهربان بسیار دیدم هیچ کس مادر نبود. حرمت هر کس جدا و حرمت مادر جداست. مادر من خالق روی زمین بعد از خداست. به 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 به، چقدر مقبول، چقدر زیبا. بریم سمت دکلمه بعدی. زیباترین موجود دنیاست، بلند از شوکت این آسمان هاست. کلید آرزوهای بهشت است، نفسهای سعادت در همه جاست. پدر آزار محروم از بهشت است، فروتن پیش پای سرنوشت است. طلوع عشق را هرگز نبیند هر آن که پیش مردم بدسرشت است. پدر اندیشگاه بی‌نظیر است، هزاران دفتر سبز منیر است. پدر چون کوه بابا تکیه‌گاه است و بودن در کنارش دلپذیر است. بسیار مقبول، بسیار زیبا.